سلام به همگی. بریم با هم یه تحچین مرغ فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. توی قابلمه گوشت مرغ رو به همراه پیاز، هویج، نمک و فلفل، زردچوبه و پاپریکا به همراه 1 لیوان آب بذارین خوب بپزه. زعفرونتون باید غلیظ باشه. زعفرون رو آسیاب کنید، توی یخ بریزید و بعد یه کمی آب جوش بهش اضافه کنید و بذارین رنگ بگیره. برنجتون رو به روش کته آماده کنید. وقتی که آبش خوش شد کنار بذارین. 1 پیمانه ماست رو به همراه 2 عدد تخم مرغ کامل، 1/3 پیمانه روغن مایع و نصف زعفرونی که آماده کرده بودیم رو توی کاسه بریزید و هم بزنید. 1 قاشق غذاخوری گلاب، 1 قاشق چایخوری دارچین رو اضافه کنید و موادمون رو هم میزنیم. مرغامون که آماده شد جدا میکنیم، ریش ریش میکنیم، توی مایتابه میریزیم به همراه 50 گرم کره، زرشک، 1 قاشق شکر و زعفرونی که باقی مونده به مرغ‌ها اضافه کنید. بذارین آبش کاملا خشک بشه. مواد ماستی رو با برنجی که داشتیم مخلوط میکنیم. من 2 کفگیر از برنج رو نگه میدارم، انتهای کار بهتون نشون میدم. موادمون باید به این غلظت باشه. قالبامون رو خوب روغن بریزیم برای اینکه تحچینتون طلایی و خوشگل در بیاد. 1 لایه از مواد برنجی، 1 لایه از مرغ و زرشک، دوباره از مواد زعفرونمون رو روش میریزیم و 1 کفگیرم برنج سفید. حالا دیگه موادمون آماده است که بره دم بکشه. حدود 45 دقیقه با دمای ملایم میذارین تحچین دم میکشه و آماده است. امیدوارم درست کنید و کنار خانواده لذت ببرین.